هموطنان عزیز سلام عرض میکنم. آیا میدانید که در پهلوی منابع سرشار زیرزمینی، آب و هوای گوارا، پیداوار و میوه‌جات متنوع، موقعیت حساس جغرافیایی، نام افغانستان خودش به ذات خود یک امتیاز فوق‌العاده به کشور ماست. همین نام پرفیض و پربرکت افغانستان است که کشور ما را در راس بیش از 200 کشور جهان قرار داده. حتی بالاتر از امریکا، از روسیه، از آلمان، از فرانسه، از انگلستان و از همه کشورهای جهان. هموطنان عزیز، آنچه میگویم دروغ و مبالغه نیست، گپ هوایی هم نیست، بلکه واقعیت است که اگر تا خبر نداشتین یا نمیدانستین، ما خدمت شما با ارائه اسناد و مدارک ما ایره ثابت میسازم و خدمت شما عرض میکنم. لطفاً عرایض من تا آخر بشنوی و بعد از او قضاوت به دست خودشون. بر اساس احصایه های سال 2018 یعنی امیم سال سازمان ملل، در جهان 196 کشور وجود داره که با کوسوو و قبرس شمالی و ابخازیا، صحرای غربی که یا این مناطق جزء این مناطق عضو ملل متحد نیستن، تمام کشورهای جهان میشه 200 کشور که از مجموع این 200 کشور تنها 11 کشور است که حرف اول این کشورها با ای انگلیسی آغاز میشه که از تصادف نیک کشور ما هم در قطار همین 11 کشور جهان شامل است و این کشورهای به اصطلاح خوشچانس که نامو در راس لیست 200 کشور جهان قرار داره، این شامل افغانستان، استرالیا یا اتریش، استرالیا، الجیریا، آلبانیا، آذربایجان و چند کشور دیگر است. ولی خوششانسی کشور ما تنها در این نیست که از مجموع 200 کشور جهان در این 11 کشور در این شارت لیست شامل بوده، بلکه موقف استثنایی و بی‌نظیر کشور ما در مرحله بعدی اوست که حرف دوم نام افغانستان هم یعنی حرف F از جمله حروف بالایی الفابت انگلیسی بوده و به این حساب با داشتن این خوششانسی مضاعف این کشور ما از یک طرف در راس امی 11 کشوری که نامشان با حرف ای آغاز میشه در این قرار داره و از طرف دیگه ای که در این 11 کشور قرار داره از 200 کشور. بنان با این دو بار خوششانسی کشور ما یک موقف کاملا استثنایی داشته و در راس لیست 200 کشور جهان قرار داره. هموطنان عزیز، طوری که شما میدانید کمپانی های تجارتی سالانه هزاران دلار مصرف می نمایند تا نامشان در ماشین های جستجوگر گوگل و غیره در قسمت بالایی لیست قرار بگیره و او هم بعد از چند ماه دوباره پایین میاد، ولی نام کشور ما، نام افغانستان به طور دائم در رأس لیست جستجوگر گوگل و سایر ماشین های جستجوگر قرار داشته بدونی که 1 سنت مصرف صورت بگیره. خب این موقف عالی چه امتیازات را نصیب کشور ما نموده؟ این موضوع را همراه شما مورد بررسی قرار میدیم. اول در ساحه سیاسی و دیپلماتیک، قرار گرفتن نام کشور ما در راس لیست 200 کشور جهان امتیازهای فوق‌العاده را در ساحات مختلف سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی و غیره نصیب کشور ما نموده. در ساحه دیپلماتیک طوری که هموطنان عزیز میدانید در ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی همه امور از تنظیم بیرق‌ها و نشست‌ها گرفته تا نوبت گرفتن سخنرانی‌ها و تنظیم دعوت‌ها و همه بر اساس الفابت انگلیسی صورت می‌گیره. بیرق پر افتخار سه‌رنگ کشور ما در راس بیرق‌های 200 کشور جهان قرار داره. سخنرانی‌ها در ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی حتی تعیین محل نشست نماینده‌های کشورهای عضو ملل متحد همه بر اساس حروف کشورها تنظیم می‌گرده و نماینده افغانستان در همه محافل در صدر مجلس قرار داره. یک مثال دیگه، در چند ماه قبل در ماه مارچ امسال دفتر اروپایی
ملل متحد در ویانا مثل همیشه روز نوروز از روز نوروز تجلیل به عمل آورد. در این مراسم هنرمندان تعداد تقریبا 15 کشوری که در نوروز در کشورهایشان تجلیل میشه از کشورهای آسیای مرکزی گرفته تا هند و ترکیه اشتراک نموده بوده و هر کدام به نوبت پارچه های موسیقی محلی کشورشان را تقدیم نموده. ولی هنرمندان کشور ما اولین گروهی بودند که در آنجا پارچه های موسیقی را تقدیم حضار او محفل نموده و علت همی بود که این گروه های هنری هم بر اساس الفابet انگلیسی تنظیم گردیده بود. هنگام ترک محفل در صحن دفتر اروپایی ملل متحد در ویانا وقتی بیرق غرور آفرین کشور خیش را ببینی که در راس بیش از 200 کشور جهان در اهتزاز است، واقعا که به انسان خوشیدس میده. البته این تنها در صحن دفتر ملل متحد در ویانا نه، بلکه در مقر ملل متحد در نیویورک و دفاتر ساحوی ملل متحد در ژنو، نایروبی و سایر نقاط جهان هم بیرق کشور ما در راس همه بیرق‌های کشورهای عضو ملل متحد قرار دارد. بیرق امریکا با همه این قدرت اقتصادی و نظامی او در رده 187 از کشور انگلستان در رده 186 از کشور امارات یا همی یونایتد عرب امارات که با نامو کشور با حرف یوی انگلیسی آغاز میشه در رده 185 قرار داشت. از جمله کشورهای همسایه ما بیرق ایران در رده 79، از پاکستان در رده 131، از تاجیکستان در رده 172، از ترکمنستان در رده 181 و از ازبکستان که او هم نامو کشور با حرف یو انگلیسی آغاز میشه در رده 189، یعنی تقریبا آخر قطار بیرق‌های کشورهای عضو ملل متحد قرار داشت. ولی خوشبختانه از بیرق کشور ما در راس همه بیرق‌های همه کشورهای جهان قرار داشته و این قابل تذکر است که قرار گرفتن نام کشور ما و بیرق کشور ما در صدر لیست نام و قطار بیرق‌های جهان ای نه موقتی بوده و نه هم نوبتی که بعد از یکی دو سالی تغییر بکنه و ای هم نه به قدرت اقتصادی و عواید سرانه و غیره و غیره و وسط نفوس و غیره کشور ما ای مربوط است. فقط تا وقتی کشور ما به نام نامی افغانستان، به نام پرافتخار افغانستان یاد میشه، از این امتیازات استثنایی در جهان برخوردار خواهد بود. مگر ای که اگر شوخی هم کنم ای که کدام کشور به خاطر ای که این موقف افغانستان برو باید، این موقف استثنایی افغانستان برو باید نام خود تغییر بده به ابرستان که به ای و بی شروع شود که در اون صورت کشور ما در مقام دوم باقی خواهد ماند. ولی هموطنان عزیز مطمئن باشی که این کار هرگز نخواهد شد. تصور کنین هموطن عزیز من، هرگاه این امتیاز استثنایی نظر به قدرت اقتصادی، نظر به پیشرفت و سایه خاک یا نفوذ و حتی کمک مالی و کشور به ملل متحد می بود، آیا بازم کشور ما در این موقف قرار گرفتن می توانست؟ بدون شک نه. فقط همین نام پرافتخار و دشمن سوز و افغانستان است که کشور ما را از همچو امتیاز استثنایی برخوردار نموده. دوم، در ساحه معلوماتی، در ساحه تکنولوژی معلوماتی بیشتر گفته شود که چه امتیازات را نصیب کشور ما نموده همین نام افغانستان. در این رابطه
باز هم نام افغانستان موقف و امتیاز خارق العاده فوق العاده را در بخش تکنولوژی معلوماتی و مخصوصا دنیای اینترنت نصیب کشور ما نموده. این موضوع مخصوصا در آینده که کشور ما انشالله در ساحات مختلف انکشاف کنه اهمیت زیاد خواهد داشت. وقتی در اینترنت به نام افغانستان که در راس همه کشورهای جهان قرار داره، در راس لیست همه کشورها و برای یافتنش هیچ مشکلی هم نیست، فوراً کلیک نماییم، فوراً همه معلومات ها در مورد افغانستان از سیستم دولتی گرفته تا پیداوار و زراعت و صنعت و توریسم و غیره و غیره ما میتوانیم به دست بیاریم. در حقیقت با یکی دو کلیک ما میتوانیم به همه گونه معلومات مفید در مورد افغانستان دست یابیم، در حالی که مثلا برای یافتن معلومات در مورد امریکا، امارات و یا انگلستان و یا ایران باید همون لیست 200 کشور جهان را تا آخر باید او را جستجو کرد و او را دید و نامی کشورها را از بین این لیست پیدا کرد. یکی از هموطنان عزیز ما به نام انجینر صاحب کبیر که در رشته آیتی و تکنولوژی معلوماتی در آلمان تحصیل کرده مقاله مفصلی را در مورد مزیت و موقف استثنایی که به خاطر نام افغانستان در بخش تکنولوژی معلوماتی و اینترنت نصیب کشور ما گردیده مفصلا معلومات در یک مقاله که در پورتال افغان جرمن هم نشر شده در این مورد یک مقاله مفصل تحریر نموده. او دوست ما در بخش از مقاله خود می نویسه که مقاله ایشان است به استثنای امریکا هر کشور از خود یک فرست لیول دومین یا دومین درجه یک اگر ترجمهش باشه داره. طور مثال از افغانستان AF، از آلمان DE، از پاکستان پیکا، از فرانسه FR تا آخر که در اینجا از خوششانسی مو فرست لیول دومین یا دومین درجه یک یا درجه اول کشور ما هم یعنی AF باز هم در صدر همه کشورهای جهان قرار داره. هر دو دومین، یعنی هر دو AR بر آریانا و KH بر خراسان، هر دو قبلا با وسیله کشورهای ارژانتین و کمبودیا قبلا ریزف شده. در پهلوی هموطنان عزیز، در پهلوی این کمال نام افغانستان که قبلا در مورد او ما صحبت کردیم، نام افغانستان که کشور ما را در راس بیش از 200 کشور جهان قرار داره یک خصوصیت خوب دیگر هم داره و او است که برخلاف نام اکثر کشورهای جهان که در هر زبان از هم متفاوت بوده، مثلا این کشور آلمان به 3 نام حداقل یاد میشه. آلمان ما شما به زبان دری و به زبان آلمان میگیم و در انگلیسی جرمنی میگن و خود آلمان ها کشور خود را به نام دوچلند یاد میکنه و یا کشور اتریش که فرانسوی ها و در این زبان ها ما شما اتریش میگیم، در عربی النمساویه و در انگلیسی آستریا یاد میشه و یا بعضا به علت ای که حرف چه و گاف در عربی نیست، عرب ها مثلا کشور چین را به نام الصین، گانا را به نام غانا و یا به طور مثال چین را به نام سیسین یاد میکنه. اما افغانستان از جمله محدود نامهای استاندارد جهان بوده که استاندارد جهان بوده که در تمام زبانها، در زبانهای شرقی مثل عربی و دری و اردو به نام افغانستان و در زبانهای انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالوی و اسپانیایی به نام افغانستان و حروفش هم استاندارد است که هیچ بدون هیچ تغییر نوشته و تلفظ میشه. اگر هموطنان عزیز متوجه شده باشی، عرب ها کابل را کابول و پروان بروان، چارکار شارکار تلفظ میکنن به خاطر که می نویسن و تلفظ میکنن به خاطر که در عربی چه و
گاف نیست، ولی افغانستان را نه تنها در زبان عربی بلکه در سایر زبانهای شرقی به طور استاندارد افغانستان می نویسه که خود هم یک کمال دیگر نام افغانستان است. هموطنان عزیز، نام پربرکت افغانستان همان گونه که کشور ما را در همه ساحات از امتیازات بیشمار برخوردار کرده، تیم ورزشی کشور ما را هم هنگام مراسم ورزشی بین المللی، هنگام مراسم المپیک در یک موقف نهایت استثنایی قرار داده. شما لطفاً به این کلیپ که از روز افتتاح مراسم المپیک لندن 2012 لندن هست شما توجه بفرمایید. شما خواهید دیدین که تیم ورزشی کشور ما فقط بعد از عبور تیم یونان که شما میفهمین تیم یونان مسابقات المپیک از یونان باستان آغاز شده و با می خاطر به تیم ورزشی یونان یک امتیاز فوق العاده قائل شدن که هنگام افتتاح مراسم المپیک تیم ورزشی و کشور به نوبت، یعنی قبل از همه کشورهای جهان، از مقابل لوژ و تماشاچیان عبور میکنه. و شما خواهید دیدین که بعد از عبور تیم یونان تیم کشور ما اولین تیم ورزشی خواهد بود که از مقابل ملکه انگلیس که شما همین اکنون تصویرش دیدین و لوژ و تماشاچی‌ها عبور خواهد کرد و هو هم صرف به خاطر نام پربرکت افغانستان. شما همین اکنون میبینین تیم ورزشی کشور ما در حالی که بیرق ملی کشور توسط از اعضای تیم حمل میشه و از مقابل لوژ اینا عبور میکنه. و شما همین اکنون میبینین آقای روح الله نیکپا، ورزشکار خوب کشور ما را که با اعتزاز دادن بیرق ملی کشور احساسات خود ابراز میکنن. بعد از تیم کشور ما این نوبت تیم کشور البانی میرسه که او هم نام کشور با ای شروع شده و به بی ترتیب کشورهای دیگر. هموطنان عزیز، مطمئن باشه که اگر همین امتیاز یعنی در راس لیست همه کشورهای جهان قرار گرفتن، ای در بازار آزاد خرید و فروش میشد. کشورهای ثروتمند جهان حاضر بودن، حاضر هستن نه میلیون ها بلکه میلیاردها دلار بپردازند تا از این امتیاز استثنایی در جهان برخوردار شوند. ولی خوشبختانه کشور ما در حالی که $1، یک افغانی، یک روبه و دینار نپرداخته و نخواهد پرداخت، از این امتیاز فوق العاده در جهان برخوردار هستند. و همین موقف استثنایی کشور ما است که دشمنای کشور ما را، وطن ما را، آتش به جانشان افروخته و ایجا صداهایی در مورد تغییر نام افغانستان را بعضا برا می اندازند. هموطنان عزیز، آیا این عاقلانه هست؟ آیا این به نفع کشور ما هست که ما از این همه امتیازاتی که امروز برخوردار هستیم صرف به خاطر ای که نام افغانستان به مذاق چند نفر تندرو زبانی، تندرو قومی و چند نفر مریض و چند نفر به اسلامی و نازی برابر نیست؟ قضاوت میگذاریم به شما. اگر لازم میدانین این کلیپ با دوستان خود